صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 3: رستاخیز آریانا و نفوذ دولتداری و تمدن الینی، اصطلاح اسکندر مقدونی و تلاش‌های استقلال خواهی مردم باختر و سغد. بعد از سر دیودات یک تقریباً در سال 230 پیش از میلاد به تخت دولت یونانی اساس باختر پسر او دیودات دو نشست. در دوره حکمرانی دیودات دو موافق اخبار مورخ عتیقه یوستین با دولت پارت صلح بسته شد و پس از این معاهده صلح که میان دو دولت صاحب اختیار از امپرای سلوکیان جدا شده صورت گرفت. سلوکی دو تقریبا سال 228 پیش از میلاد با پارت لشکر کشیده کوشش نمود که مستقلیت پارت را برهم زده آن را از سر نو با امپرای سلوکیان متحد سازد، ولی کوشش های سلوکی دو نتیجه نداد و چند نگذشته لشکر او از جانب پادشاه پارت ها تیریدات یک تارمار گشت. اتفاقی که دولت یونانی اساس باختر با دولت پارت بست اگر هدف نخستینش پایداری در مقاومت امپرای سلوکیان باشد، هدف دیگرش آرام نمودن وضعیت داخلی ملک، علل خصوص ضدیت های درباره بین سرکرده های یونانی بود که در دوره پادشاهی دیودات یک بالا گرفت. چند نگذشته دیودات را یوتیدم نام یونانی که گویا سروری سغد را به عهده داشت از تخت افسانیده خود دیودات دو و بچگان او را و احتمال اولاد دیگر همصفان دیودات یک را نابود میکند. گمان غالب آن است که بعد از بین بردن اولاد دیودات دو و همصفان او یوتیدم با نیروی لشکر زورآورش سالهای 20 عصر 3 پیش از میلاد به تخت دولت یونانی اساس باختر نشسته دیرتر به حدودهای این دولت قسمت شمالی هندوستان را همراه میکند. درباره دولتداری من بعد یوتیدم میتوان از روی معلومات پلیبی آید به هنگام میان پادشاه نوبتی سلوکیان انتیوخ سه و یوتیدم به نتیجه رسید. هنگام دولتداری یوتیدم تلاش‌های وارثان سلوکیان برای برقرار کردن قسمت‌های شرقی امپریا از نو بالا میگیرد. انتیوخ سه بعد مرگ برادرش سلوکی سه سال 223 پیش از میلاد به تخت نشسته برای برقرار ساختن حدودهای سابقه امپرای سلوکیان کوشش می‌نماید. با فرمان انتیوخ سه معبد مقدس اناهیتا در همدان غارت شده بیش از 4000 تالانت مبلغ به دست می‌آید که این برای افزودن قدرت دولت و لشکرکشی‌های من بعد سلوکیان مساعدت می‌نماید. سال 209 پیش از میلاد انتیوخ سه با لشکر سرشمار از روی اخبار یوستین با 100,000 سرباز پیاده‌گرد و 20,000 سواره به دولت پارت هجوم آورده ارتبان یک را به عقب نشینی وادار می‌نماید و شهر آوازه‌دار آنها گککتامپیل را ضبط می‌کند. پارت ها مجبور می‌شوند که صلح بسته سلطنت سلوکیان را اعتراف نمایند و دولتداری خود را تحت وصایت این سلطنت شمارند. سپس انتیوخ سه سوی دولت یونانی اساس باختر روی آورده به مقابل یوتیدم لشکر میکشد تا که بعد پارت ها باختریان صاحب استقلال را سرکوب نماید. یوتیدم که از رفت لشکرکشی سلوکیان به پارت آگاه بود دسته پیشگرد لشکرش را که از 10,000 باختری های سواره عبارت بود به لب دریای اری یا هریرود فرستاد تا عبور نمودن دشمن را پیشگیری نمایند. موافق اخبار پلیبی آنها عبورگاه را روزانه نگهبانی نموده شبانه دورتر از دریا خیمه میزدند و در لب دریا شماره ناچیز پاسبانان را میگذاشتند. انتیوخ سه توسط جاسوسان از این آگاه شده تاریک شب لشکرش را ناعیان به لب دریا آورد و قریبی های صبح به عبور نمودن آن شروع کرد. لشکر سواره باختریان از این قضیه دیرتر آگاه گردیده به 3 گروه تقسیم شدند و به هجوم گذاشتند.
ҳангоми ин муҳориба қушуни Селевкиён ки ба он Антиохи се шахсан сарварӣ мекард, талафоти зиёд дод. аммо лашкари Селевкиён ки дар шумора 10 чанд зиёд буд, тавонист ба гурӯҳи дуюм ва сеюми савораҳои бохтарӣ шикаст диҳанд. дар натиҷа лашкари Селевкиён ғолиб омад ва танҳо қисми ночизи саворагони бохтарӣ ки душмани онҳоро дунболагирӣ мекард, то ба қувваи асосии лашкар рафта расид ки ба он худи Евтидем сардорӣ мекард. Евтидем маҷбур шуд ки ба тарафи қалъаи Зариаспа Бактрам ақиб нишинаду дар паси деворҳои мустаҳками он паноҳ барад. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.